امپراتوری عباسی به دست این جنگجوی بیباک که از 2000 کیلومتر دورتر به این سو آمده از بین می رود. بنابراین ارتش خلیفه در ماه آوریل سال 876 در دیرالعاقول بین بغداد و تیسفون به انتظار نیروی لیث صفار نشست. در 8 آوریل 879 میلادی نبرد در نزدیکی روستایی از ناحیه شهر به نام ایستاربند بین دیرالعاقول و سیب بنی کومه روی داد. ارتش یعقوب متشکل از عیاران، غازیان سیستانی و خوارج خراسانی بود. قبل از شروع نبرد یعقوب سپاهیان خود را که حدود 10,000 نفر بودند بررسی کرد، سپس ماهرترین و معتمدترین آنها را در نزد خود قرار داد و بدین سان ستون ارتش خود را در قلب سپاهیانش بنیان نهاد. اسناد و منابع موجود به چگونگی آرایش نظامی یعقوب آنم به صورت دقیق نپرداختند. با توجه به گزارش‌های تبری و نوشته‌های دکتر زرینکوب و دکتر پاریزی، اکثر سپاهیان یعقوب را سوار نظام متشکل از اسب و شتر که مجهز به سلاح‌هایی چون شمشیر، گرز و تبر بودند تشکیل می‌دادند. همچنین واحدهای سواره کماندار، پیادگان عیار نیز به صورت مجزا در میانشان موجود بود. در سمت مقابل ارتش عباسی که در شماره از برتری تعداد چند هزار نفر برخوردار بود، از قبل به صفارایی قوای خود پرداخته بودند. عباسیان که به نوعی در سرزمین‌های خود می جنگیدند و هم حمایت معنوی خلیفه منتسب به رسول الله را دارا بودند، از روحیه بالاتری نسبت به صفاریان برخوردار بودند. اما در آن سو یعقوب که از ابتدای لشکرکشی خود آمدانه در سپاه شایعه کرده بود که قصد نبرد با خلیفه را ندارد و این یک لشکرکشی تنها برای گرفتن امتیاز بیشتر از اوست، حال سپاهیان خود را در عمل انجام شده قرار داده بود. شک در سپاهیان صفاری رخنه کرده بود، چرا که آنها از گروه‌های مختلف فکری تشکیل شده بودند و بسیاری از ایشان خلیفه را جانشین به حق پیامبر می‌دانستند. حالان که یعقوب را فردی عیار می‌دیدند که به ضرب شمشیر متصرفاتی به دست آورده و خود را به مقام شاهی رسانده بود. به یقین حتی در سپاهیان صفاری مشروعیت یعقوب در برابر خلیفه قابل قیاس نبود، اما نبرد برای ایشان اجتناب ناپذیر بود و راه گریزی از آن وجود نداشت. فرماندهی مرکز سپاه عباسیان به عهده الموفق برادر خلیفه بود. موسی بن بوقا عهدهدار فرماندهی جناح راست بود و مسرور بلخی عهدهدار جناح چپ ایشان. آخرین درخواست از صفاریان برای بازگشت و سوگند وفاداری خود به خلیفه انجام شد. آنها فریاد می‌زدند شما در حال مبارزه با خلیفه منتسب به رسول الله هستید و بدین شکل سستی در کار سپاه یعقوب بیش از پیش حاصل گردید. اما یعقوب نخبه ترین سرداران خود را در میانه لشکریان فرستاد و توانست ارتش خود را منسجم کند. عباسیان که از پیش در میدان حضور یافته بودند، زمین نبرد را توسط انحراف بخشی از مسیر رودخانه تبدیل به باتلاقی از گل و لای کرده بودند، چرا که آگاهی داشتند بیشتر ارتش یعقوب را سوار نظام تشکیل میدهد، حالان که بیشتر آنها پیاده نظام سنگین اسلحه مجهز به سپر و نیزه و یا قلاب سنگداران و کمانداران زبده بودند. با فرمان یعقوب نبرد آغاز شد. دو سپاه با یکدیگر پنجه در پنجه شدند. از دو سپاه شمار بسیاری کشته شدند که در میانشان فرماندهانی از طرفین نیز دیده میشد. نبرد تا عصر آن روز به درازا انجامید.
سوار نظام یعقوب در زمینهای نرم و گلالود منطقه توان نظامی خود را از دست داده بودند و مشمول تلفات سنگینی شدند. با این همه جناح راست ارتش عباسی تحت فشار پیادگان عیار قرار داشت. در مرکز اوضاع متفاوت بود. یعقوب چون شیر بیشزار در کشاکش نبرد بارها با نخبه ترین نیروهای خود به نیروهای الموفق یورش برد و در این بین حتی از جانب دست و گلو مورد اصابت تیرهای از قلاب سنگداران قرار گرفت، ولی جراحاتش او را از ادامه نبرد منصرف نکرد.